بسم الله الرحمن الرحیم. سوره ماعون شروع میشه. ماعون اندک چیز میگه، آن چیزی که توسط دادنش هیچ نوع نقص بر تو عاید نمیشه، چون که صورت موضوع مرکزیش دمی میچرخه که یکی از علامات بخل و علامات تکذیب که از پاداش آینده تو عقیده و باور نداری، اما ناچیز چیزم به مردم کمک نمیکنی و این علامات بیدینی یک انسان شمرده میشه. الله در اینجا صفتای او کسایی که واقعا روز جزا را یقین و باور نداره و اینطور کارا را انجام میده، این نمونهشه در اینجا بیان میکنه. این صورت مسما به ماعون کرده. این صورت هم صورت مکی است، بعد ابدهم صورت است که بعد سوره تکاثر و قبل سوره کافرون نازل شده. موضوعش هم در اینجا فقط امو افعال یا خصلت‌های مذموم بد است که الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میکنه. مؤمنا را هشدار میده که همچون صفات در شما پیدا نشود. اگر این صفات در شما پیدا شد، دیگه صفایی خود کرده نمیتونی که کس بگویه که من بالکل آخرت یقین دارم. نه، در یقین آخرت ضعف است، در باور آخرت تو ضعف است. یکی. دوم، در حقیقت در او زمان مردمای مقابل پیغمبر علیه السلام امی صفتا را داشتن و بجای از اینکه پیغمبر یک دعوت به دین میده، خدمتای شایان برای جامعه میکنه، ایر همکاری کنه، ایر همدردی کنه، در مقابل از این نعوذ بالله به ضد پیغمبر این کارا را میکرد. پیغمبر دعوت به طعام یتیم میداد یا در ضد یتیمه نعوذ بالله توهین میکردن. پیغمبر دعوت میداد که مسکینا برش مال داده شوه یا در ضد پیغمبر به مسکینا مال نمیدان، مسکینا را تحقیر و توهین میکردن. همچنان پیغمبر امر میکرد که شما اسبابی که بعضی اوقات یک آدم ضرورت پیدا میکنه و به مخارج زیاد برش تمام میشه، اگر او اسباب بگیره شما قطعش کمک بکنه یا در ضد از او کار را میکرد. در این طور اسباب مسلمان ها خیلی زیاد ضرورت میداشت، چرا که وا فقیر بودن. از او خاطر الله تبارک و تعالی بدی از را بیان میکنه و ما را هشدار میده که طور صفاتای مذموم یا خصلتای مذموم در ما پیدا نشود. بسم الله الرحمن الرحیم. ارایت الذی یکذب بالدین. خبر بده مرا پیغمبر علیه السلام، دیده یو کسی را یکذب بالدین که تکذیب میکنه روز جزا را، پاداش. بله، کسی که عقیده با پاداش نداره که الله تبارک و تعالی برای آدم عوض میده، او طور مردم های کار میکنه. او کسی که عقیده و باور داره که هر عملی ما خرد باشه و بزرگ الله پاداش عظیم میده، او این طور پاداش میده که قیمت از او را کل دنیا پوره نمیتونه. او مردم در این طور عملا قطعا امی طور اول نمره هستن که باید مصرف کنه و چیزایی که قابل دادن و کمک کردن است بالکل کمک کنه. خلاصه سخن است مؤمنا را الله یک درس اجتماعی میده. در زندگی اجتماعی یکی با دیگه الله ما و شما را نیازمند و محتاج پیدا کرده و هر کدام ما احتیاج یکی دیگه خود پوره بکنیم. اون وقت باز دعوای کمال ایمان نمیتونیم، در غیر از اون. فذلك الذي امی کسی که تکذیب میکنه روزی جزا را، باور و یقین درست نداره، کدام مردم است؟ اگر نمیشناسی اما مردم اینمی کسی است. فذلك الذي يدع الیتیم. این کسی است یدعو که تیله میده، اهانت میکنه. اصل دع میگه تیله دادنه، تیله دادن او را میگه که احترام و تعظیم از او را نمیکنی. الیتیمه، یتیمه. قرآن در هر جای تنها اکتفا به این نکرده که به یتیم طعام بده، بلکه قرآن ما را میگه که یتیمه باید احترام کنه، تعظیم کنه، کمبوتات مکملش باید شما پوره بکنه. در یک جامعه تحقیر نشود، تیله داده نشود که تو کسی نداری، نه، او زیر بال گرفته شود، بسیار احترام شود. با تاسف که برخلاف معامله یتیم در وطن ما مکمل خلاف است. همیشه یتیم چپیله خور، از علم و فرهنگ دور، معلوماتایش مکمل چور و خودشام لطخوری کل جامعه شده. الله رحم بکنه. این تقاضای اسلام نیست. الله میطور میگه فذلك الذی، کسی که پاداش روز جزا را تکذیب میکنه کسی است یدعو الیتیمه که تیله میده، تحقیر میکنه، توهین میکنه یتیمه، یعنی به ظلم مالشان میگیره، او را حقم نمیده، در مجلس هم او را حاضر نمیکنه، بلکه او را در هر جای منت گذاری میکنه. نعوذ بالله. ولا يحض على طعام المسكين. خود آماده نیست که مصرف کنه، بلکه تیز نمیکنه دیگران را بالای طعام مسکین. با مسکینا دیگران هم ترغیب نمیده. اور این مسئله را پیش تیر کرده بودم براتون. مشرکین طعام اثری نعوذ بالله مجاورین بوتا میدادن، سری از مصرف میکردن.
لیکن اکثر که در گرد و بر پیغمبر علیه السلام صحابه بود، فقیر بودن، یکی دیگه خود توصیه میکردن که سر از یا مصرف نکنی، یعنی خود هیچ مصرف نمیکرد، دیگران هم ترغیب نمیداد. الله تبارک و تعالی ما را میگه که یکی خود مصرف نمیکنی، از مسکین لا اقل خود ترغیب بده، دیگه کسی که به مسکین بده. فویل للمصلین، بربادی و هلاکت باشه برای نمازگزارا. کدام؟ الذین، مردما، هم عن صلاتهم، کی مردما از نماز خود ساهون، بیخبر و غافل هستند. یکی سهو در نماز است. سهو در نماز کل انسان سهو میشه، حتی خودی پیغمبر علیه السلام هم سهو شده در نماز، هم در قرائت سهو شده، هم در ادا کردن 4 رکعات که 2 رکعات خوانده قرار تکیه زده سلام گشتانده. صحابه از پیش سوال کرده. یکی خود غافل ساختن از نماز است. غفلت از نماز صورتهای متنوع داره. بزرگترین غفلت از نماز است که هیچ نماز نمیخوانی، شب و روز سر تیر میشه و تو خبر و آگاهی هم نداری. الله اینجا سخت بد دعا کرده. فویل، وادی جهنم باشه یا هلاکت و بربادی باشه برای اون نمازگزارا. الذین هم عن صلاتهم، که از نمازهای خود ساهون، بالکل غافل است، هیچ نمیخونه. اگر میخونه یک تاره میخونه، اگر میخونم در جماعت نمیخونه، اگر در جماعت میخونه خو پورا 5 وقت نمیخونه، یا است که در اول وقت نمیخونه، یا است که رعایت شرایط و سنن و مستحباتش نمیکنه. کلی از این مردم در اینجا داخل است. یکی از جمله صورتای غفلت از نماز است که آدم قرائت میکنه، مطلب و معنای قرائت خود نمیفهمه. الله رحم بکنه. در این موضوع مردم مکمل داخل است، چرا که هر برادر مسلمانی ما 50 و 60 و 70 و 80 سال عمرش تیر میشه، سوره فاتحه را میخونه، خب معنای الحمدلله را یاد نداره. اگر معنای الحمدلله را یاد داشته باشه گاهی مرتکب شرک نمیشه. اگر معنای یا که نعبدو و یا که نستعین یاد داشته باشه، نظر غیر الله و دعا از غیر الله نمیخواه. یا که نستعین داشته باشه، طلب امداد و حاجت از دیگه کس نمیخواه. اهدینا صراط المستقیم و صراط الذین انعمت علیهم بفهمه، حتما پشت رای پیغمبر میگرده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بفهمه، گوی مشابهت با یهود و نصارا و مجوس ده هیچ کار نمیکنه. خب با تاسف که معنای الحمدلله را ده کل عمر نمیدانه. مفسرین اینجا نوشته کرده که کسی مطلب یا که نعبدو یا که نستعین نمیفهمه و هم در جمله ساهون داخل است. پس عوام بیچاره چی کنه؟ باید ملاحظه مساجد یکه به مردم ایراد نشان بده که هنگام قرائت در غفلت نروند. الذین، مردما، هم یراؤون، چون که عقیده به پاداش نداره، یا هم یراؤون، خودنمایی میکنه. بلای بزرگ ما برای عبادت ما چیست؟ نعوذ بالله ریاست. کلان عمل خوب انجام میدی لیکن منظوری خود نشان دادن به مردم است. اصلا منافقین کارا را میکنه، چون که عقیده به آخرت نداره، عمل برای الله نمیکنه که الله بر ما پاداش بده، او فقط عمل به این خاطر میکنه که مردم ببینه. و یمنعون الماعون، و من میکنه معون چیزی اندک که در استعمال از او کدام ضرر نمیاد. بیل، کلن، دیگ، نمک، آتش، یک چیزی در یک وقت کار میشه. کراچی یک آدم فقط اشغال در اویلیش جمع شده، برف در اویلیش هسته، حالی اگر بره در بازار یک کراچی را بار کنه بی کنه 2000 2500 از کجا کنه آدمی غریب؟ برای 1 ساعت کراچی همسایه را طلب میکنه، حالی به یک برف بردن در کراچی چیز نمیشه. اینجا تو بخیلی میکنی. این همی مردمای هستن، این صفتای مذموم است. الله میگه مؤمن صفت نداشته باشه. هر چیزی که او اندک است به استعمال از او کدام ضرر به تو نمیرسه، مارتول، جبل، کلن، بیل، دیگ، چمچه، مثلا نمک یک کمی کار میشه. در یک وقت میمان آمده ناگهانی بازار دور است، بوره کار میشه، چای کار میشه، یک نان کار میشه. این چیزای معون است. از این آدم باید منع نکنه، بلکه همسایه نیک، مردمایی که فهمیده است و اسباب خانه را مکمل میخره به خاطر که همسایه از پیشش استفاده بکنه، ثواب بشوه. چرا؟ به خاطر که حاجت یک مسلمان پورا کردن. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله در کمک بنده خود است تا وقتی که بنده در کمک برادر مسلمان خود باشه. چه جای ازی که یک مسلمان نیاز و احتیاجات خیلی قوی داره، با یک پیسه، با پول و تو خطش کمک میکنی، ایره خو الله تبارک و تعالی بخی عظیم ثواب میده. دیگه ما اینطور نعوذ بالله بخیل و کنجوسی زیاد نشیم که چیزای اندک هم ما یکی به دیگه خود نمیدیم. الله نگاه کنه که ما اونطور نشیم. این صفاتای مذموم مشرکین بود. الله مسلمانان را از این طور صفاتا نگاه کن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.